تو منبع بلوچی رو میبندی رو 405 ولی ما میبندیم رو 125. عشق من ویدیو رو لایکش بکن، حسودم نباش، بفرست واسه رفیقت، بیا تا بهت بگم چجوری این منبع بلوچی رو هوندا نصبش کنی. ابتدا یه اگزوز پاره پوره و داغون پیدا میکنی، جایی که برات علامت گذاشتم و در نظر میگیری، با سنگ فرز یه جوری میبری که اون لوله وسط بمونه. الانم شاه شاهان منبع اگزوز بلوچی رو میذاری روی اگزوز، میبری میدی محسن جوشکار برات جوش بده. تبریک بهتون میگم، شما منبع بلوچی رو روی هوندای 125 تون نصبش کردی. بیا تو پیجم کلی ترفنده و ایده های خفن داریم.